سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه سری گزارش و تحلیل که شما فرستادین. سلام. بله، گزارش‌های جالبی بودن. موضوعشون هم خیلی داغه نه؟ این سلاح مایکروویو پرقدرت یا HPM جدید چین. دقیقاً، HPM. منابع میگن خیلی روش کار شده. آره، حرف از یه دستگاهیه که انگار خیلی بادام خیلی هم قویه. تقریباً هم اندازه یه مسلسل گاتلینگ اینطور که میگن. بله، از نظر اندازه شاید، ولی کارکردش کاملاً متفاوته. بیایید ببینیم این گزارشات دقیقاً چی میگن و چرا اینقدر میدونیم مهمه. یکی از چیزهای اصلی که تو این منابع هست اینه که میگن بیش از 10,000 بار میتونه شلیک کنه بدون اینکه چیزیش بشه. یعنی عملکردش بیاد پایین. 10,000 بار؟ این عدد واقعاً قابل توجهه. هدفش هم روشنه. میخواد تجهیزات الکترونیکی حساس رو از کار بندازه، مثلا پهپادها، موشک‌ها، حتی میدونی ماهواره‌های تو مدار پایین زمین. کاملاً درسته. و همین دوام بالا کنار اون نرخ آتشش، یعنی میگن بین 10 تا 30 پالس در ثانیه. هر پالس صدها مگاوات انرژی، وحشتناکه. آره، اینا چیزاییه که این سلاح رو متفاوت میکنه از مدل‌های قبلی. این منابعی که بررسی کردیم میگن این قابلیت‌ها نتیجه یه سری نوآوری‌های مهندسیه. نوآوری‌هایی که نیاز به نگهداری و تعمیر رو خیلی کم کرده. دقیقاً، و عمر سلاح رو برده بالا. این فقط یه بهبود کوچیک نیست، این میتونه کلاً بازی رو عوض کنه تو نحوه استفاده از این سلاح‌ها. خب حالا بریم سراغ یکی از چالش‌های بزرگ این سلاح‌های مایکروویو، بحث خلا. آره، اونم بحث مهمیه. تو مدل‌های مبتنی بر لوله خلا این همیشه یه مشکل بوده. چون برای اینکه انرژی هدر نره، داخل لوله باید خلای کامل باشه. ولی حفظ این خلا تو شرایط میدانی خیلی سخته. معمولاً پمپ‌های خارجی بزرگ و سنگین می‌خواست که اصلا برای مثلا نصب روی خودرو مناسب نیستن. دست و پاگیر کلاً. اما این منابع میگن محققای چینی تو مؤسسه فناوری هسته‌ای شمال غربی، همون NINT، یه راهی براش پیدا کردن. بله، یه سیستم خلای داخلی و مستقل. این کلید ماجراست تو این گزارش‌ها. چطوری کار میکنه؟ ظاهراً از یه تکنیک جوشکاری خیلی خاص استفاده کردن، سرامیک به فلز. که دیگه نیازی به اون درزگیرای لاستیکی نباشه، همونا که زود خراب میشن. دقیقاً، اون درزگیرها به مرور فرسوده میشن و خلا نشت میکنه. این روش جدیده جلوی اینو میگیره. و علاوه بر اون از یه سری پمپ‌های یونی داخلی هم استفاده کردن. پمپ‌های آلیاژی خاص. همون آلیاژ زیرکنیم وانادیم آهن، انرژی که میگن؟ آفرین. NEG یا Non-Evaporable Getters. اینا مثل یه اسفنج مولکولی عمل میکنن. یعنی گازهای اضافی رو جذب میکنن؟ آره، گازایی مثل هیدروژن و کربن که موقع شلیک‌های قوی و پشت سر هم از دیوارها آزاد میشن و میگیرن. اینجوری خلای بالا حفظ میشه بدون نیاز به پمپ خارجی. خیلی هوشمندانه است. خیلی جالبه، مخصوصا وقتی میبینیم که این پیشرفت‌ها تو فناوری خلا داره همزمان اتفاق میفته با تلاش‌های آمریکا تو یه حوزه دیگه. منظورتون فناوری گالیوم نیتریده؟ گن؟ آره، آمریکا بیشتر رفته سراغ نیمه رسانه‌های گن، یعنی قطعات آلت جامد که اصلا نیازی به خلا ندارن. درسته، اون مسیر متفاوتیه. ولی همین منابعی که شما فرستادین یه نکته جالب دیگه هم میگن. این محدودیت‌های صادراتی اخیر چین روی خود گالیوم. آها، بله. این میتونه یکم کارو برای آمریکا و بقیه سخت کنه تو توسعه فناوری گن. یه جورایی استراتژیک به نظر میاد، نه؟ همینطوره. تحلیلگرایی که تو این منابع ازشون نقل قول شده همینو میگن. اونا معتقدن چین با دنبال کردن همزمان هر دو تا مسیر، یعنی هم بهبود این سلاح‌های مبتنی بر خلا، هم توسعه سلاح‌های حالت جامد گن، داره ریسکشو کم میکنه. که یعنی اگه یکیش به بنبست خورد اون یکی رو دارن. یه همچین چیزی. اینطوری برای نسل بعدی جنگ الکترونیک موضع قوی تری پیدا میکنه. هر کدوم که موفق تر بود چین پیشتاز باشه. البته باید بگیم که همه اینا بر اساس این گزارش‌های اولیه است دیگه، جزئیات فنی کامل که بیرون نیومده هنوز. 100%. هنوز خیلی چیزا نامعلومه و یه ابهام بزرگ دیگه هم هست که تو همین منابع هم روش تاکید شده. منبع تغذیه. آره، بحث پاور سورسش خیلی مهمه. اطلاعات خیلی کمی در این مورد هست.
معلومه که همچین سلاح قدرتمندی با این سرعت شلیک یه منبع انرژی فوق‌العاده قوی میخواد. و پایدار. باید بتونه این شلیک‌های پیاپی رو تأمین کنه. سوال اینه که این منبع تغذیه چقدر مثلا جمع و جوره؟ قابل حمله؟ میشه راحت روی ماشین یا کشتی نصبش کرد؟ یا نه اونقدر بزرگ و پیچیده است که فقط تو پایگاه‌های ثابت میشه ازش استفاده کرد. دقیقاً. این میتونه پاشنه آشیل کل سیستم باشه اگه قابل حمله نباشه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از حرفای این منابع داشته باشیم، چین ظاهراً داره یه سلاح مایکروویو نسل جدید میسازه، خیلی باداوام، سرعت شلیک بالا و با راهکارهای مهندسی هوشمندانه مثل اون جوشکاریه و پمپای انرژی مشکل خلا رو هم انگار حل کرده. بله، این میتونه یه قدم خیلی بزرگ تو جنگ الکترونیک باشه. ولی همونطور که گفتیم هنوز کلی سوال بی‌پاسخ مونده. سوال در مورد قابلیت‌های عملیاتی واقعیش، بردش و از همه مهمتر منبع انرژیش. دقیقاً. اینا چیزاییه که باید منتظر مونده دید. و حالا یه سوال برای اینکه خود شما بیشتر بهش فکر کنید. با توجه به این پیشرفتایی که ازش حرف زدیم تو حوزه سلاح‌های انرژی هدایت شده، به نظرتون آینده پدافند هوایی حتی شاید دفاع فضایی چه شکلی میشه؟ سوال خوبیه. چطور میشه سیستم‌های دفاعی رو در برابر این تهدید الکترونیکی که نامرئی و سریع هم هستن مقاوم کرد؟ جای فکر داره. واقعاً ممنون که امروز با ما همراه بودید. ممنون از شما.